روز دوشنبه 20 اوگوست اویفا اتحاد اروپایی فوتبال اعلان کرد که در رویخط نهایی بهترین فوتبالباز اروپا در سال روان 3 نام باقی مانده است: کریستیانو رونالدو، لوکا مودریچ و محمد صلاح. برنده این جایزه در سال گذشته کریستیانو رونالدو به دسته رئال کمک کرد که بار سوم جایزه قهرمانان لیگ اروپا را به دست آورد. این ستاره پرتغالی فوتبال در لیگ قهرمانان اروپا بیش از هر کسی دیگر 15 گل زده است. عموما رونالدو از سال 2011 به این طرف دائما در رویخط نهایی نامزدهای عنوان بهترین فوتبالباز اروپا بوده 3 دفعه به گرفتن این جایزه نائل شده است. لوکا مودریچ هم مثل رونالدو در پیروزی رئال مادرید در جام قهرمانان لیگ اروپا سهمگذار بوده است. بر علاوه مودریچ همراه با هموطنانش از دسته منتخب خرواتیا در چمپیونات جهان جای دوم را اشغال نموده بهترین فوتبالباز جام جهانی سال 2018 در روسیه نامیده شد. داوطلب سوم جایزه بهترین فوتبالباز اروپا حمله‌گر دسته لیورپول انگلیس و منتخب مصر محمد صلاح است که در پریمیر لیگ انگلیس 44 گل زده همراه با لیورپول تا فینال لیگ قهرمانان اروپا رسید.